بسم الله الرحمن الرحیم سوره قریش شروع میشه. الله علی این دو معنا داره، یا ترغیب است به خاطر از اینکه قریش باید تعظیم کعبه را داشته باشه، باید بیت الله را تعظیمش داشته باشه و بشناسه که صاحب بیت الله این لشکر از بین برد، عذاب داد شه. این مردم هم اگر عبادت الله را نکنن عذاب داده میتونه. خوی مردم عبادت الله را نمیکنه، مثل که در اینجا الله ذکر میکنه. یا است که الله مذمت از یارا بیان به این میکنه که تعجب است از الفتی که این قریش داره با دو سفر خود، که یکی طرف شام، یکی طرف یمن، یکی در تابستان و یکی هم در زمستان است. از او خاطر در حقیقت مذمت از یارا بیان میکنه که به این اندازه این مردم ها اینقدر محبت داره. آیا محبت با تعظیم بیت الله نداره که عبادت الله را بکنه؟ از او خاطر اصل مقصد در اینجاست که یا عبادت باید خاص برای الله بکنه. چرا حفاظت بیت الله را الله کرده، لیکن یا نظر و نیاز با بوتا میکنه. این سخت موقع چی هست؟ ظلم و جفاست. مثل که آلی الله کل نعمتها و اولادار الله بر ما داده، لیکن ما نظر به نام بیبی و به نام سخی میکنیم. در اونجا آلی در قبرا میریم، خصوصا در نوروز، اونجا با صدقه میکنیم، مال میکشیم، چیزها را تقسیم میکنیم. این سال سر ما الله گذرانیده و ما میریم تعظیم به قبرا میکنیم. اینمی قسم الله اهل مکه را مذمتشان بیان میکنه. یک توجیه است لیلاف قریش، از جهت محبت خیلی زیاد از قریش، ایلافهم محبتشان رحلت الشتاء با امرای سفر زمستان، یک طرف یمن بود و صیف در تابستان کی طرف شام بود. پس وقتی که قدر الفت داره و از روی برکت همی بیت الله که یا مجاورین شمرده میشه، در این سفرها کسی برشان تعارض نمیکنه، در هر میدان و موقعی که میرسه مردم تعظیم از یارا میکنه و یا سفرهای خیلی مطمئن و آرامه در هر گوشه میکنه. پس وقتی که بیت الله این قدر برکت داشته، این مردم قابل تعظیم است. فلیعبدوا رب هذا البیت، که بیت الله برکت برشان داده. رب بیت الله را باید بشناسه، امو رب بیت الله که بیت الله را از تخریب منع کرد. فلیعبدوا، باید که عبادت کنه. اینجا مراد از عبادت توحید است، یکتا پرستی کنه در عبادت. رب هذا البیت، پروردگاری بیت الله را، الذی، امو ذاتی که اطعمهم، یارا طعام داده، من جوع، و یارا نگاه کرده از گرسنگی، و آمنهم، امن داده یارا من خوف، از خوف دشمنا یا از مرضا در اینجا نمیه، یا دجال داخل شدن نمیتونه، او را مرکز امن قرار داده. باید عبادت یک الله را بکنه. چرا؟ به خاطر که همه شرافت و عظمت که در بیت الله آمده ایره کی داده؟ الله. پس دهنده همی برکت آدم عبادت بکنه، خود بیت الله را عبادت نکنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.